در قبل از انقلاب این برای جوانترها توضیح میدم که اون موقع وقت آزمایی بود و هر طریقی ذهن‌ها درگیر میشد با این قضیه. بعد اون اواخر که کار خراب شده بود آمده بودن بررسی کرده بودن که اگه کار خراب شده به این دلیل کارمندا کارشون رو مثلا اجرا نمی‌کنن، مثلا خانم معلم کاموا میوافقه. در کنار اینا گفتن که بعضی کارمندا هستن که اوقات فراغت مثلا شعری میگن، نقاشی میکنن، اینا مستثنا. ما که خب زخمی زمان بودیم و کارمند و منتظر بودیم که ما به مصاحبه بشه که شد. من این رو چون مستقیما بود، البته عواقبش چی شد و کار نداریم، فقط من این رو اون موقع گفتم به نام 021/1021 و من گفتم که ها چرا 021؟ گفتم ما مستعمره تهران هستیم در رشت، اینقدر که 021 میگیریم دوباره میشه 21/1021. به هر حال گفتم خب دیگه اینو مستقیم بود و اون دوره من خواندم و واقعش رو کار میکنم. من همیشه عرض میکنم در تمام طول روز، در اداره، در تمام نامه‌های بی‌قواره عرض میکنم در تمام طول سال عرض کردم برج من کفاف خرج من نمیدهد. نیمه های ما، نیمه های شوم ما، نیمه های شوم ما با ادب‌تر از همیشه بودم. من به هر کسی که میرسم سلام عرض میکنم، همیشه عرض میکنم جاده متول پیاده رفتن همیشه را. من شتاب رفتن خاطر اداره است، من پیاده‌ام زیر سایه چراغ سرخ ایستاده‌ام، حق همیشه با سواره است. من شتاب رفتنم به خاطر اداره است. بگذارید یک پرنده را که حق زیستن به او ندادن، یک دریچه را که قاب یک تنفس است من کرایه دادم، همیشه من کرایه دادم. تک درخت فصلهای بی‌پناهیم، تک درخت فصلهای بی‌پناهیم. من درخت زادم، درخت، من به آب، من به آفتاب، من به هر چه رفته زیر شاخه‌ام به خواب بی‌دریغ بودم، همیشه سایه دادم. من تمام هفته فرض میکنم هفته ای که میرسد این چهارشنبه بعد ظهر من بلیت بخت آزماییم برنده میشود. 021/1021 من رئیس یک اداره میشوم، سواره میشوم. کارمند من همیشه عرض میکند در تمام طول روز، در اداره، در تمام نامه‌های بی‌قواره عرض میکند با دو اختلاف. 0 اگر به جای 1 اگر به جای 2 قرار میگرفت، باز هم بلیت بخت من شکست میخوره. باز من به هر کسی که میرسم سلام عرض میکنم. مادرم به خواب مکه رفته است، بچه‌م که شیرخواره است ناخوش است، همسرم دوباره درد زایمان گرفته است. من نیمه های ما، نیمه های شوم ما، من همیشه قرض میکنم.